قال چه شد ای داد ای هوار، امنیت کدخدایی به فنا رفتندی، این که بود که سنگ به شیشه ما زدندی. کدخدا آقا، جوانهای فینیتو می باشندی؟ اولا که جوانان نه و اراذل اوباش، اما بگو ببینم چه میخواهندی؟ میخواهند که سر به تن شما نباشندی. چی؟ زبانت را گاز بگیرندی، برو و این اوباش را دستگیر کنندی، بعد در فینیتو بچرخان تا حساب کار دستشان بیایندی. آخ ای وای، ایننه. شما را چه می شود ای نفله ها؟ من گفتم آن جوانان را در فینیتو بچرخانید، پس چرا خودتان قر و دبه شده می باشندی؟ کدخدا آقا، کجای کاری؟ ما آنها را بردیم که بچرخانیم، اما اهالی زدند سیبیل خودمان را چرخاندندی. دوره چرخ عباسی تمام شده کدخدا. همین روزاست که خودتو سر و ته کنن به میان کوچه های فینیتو بچرخانندی. بله.